اگه تو هم هنوز نمیدونی که چه جور آدمی هستی، پس نگران نباشه. اکثر مردم اصلا نمیدونن که چه آدمی هستن و چه شخصیتی دارن. امروز میخوام بهت یه تست فوق‌العاده خفن بهت پیشنهاد کنم و باهات کار کنم که حدوداً دارای 16 تا تیپ شخصیتی رو معرفی میکنه که متوجه میشی که توی رابطه چه جور آدمی هستی، توی اجتماع چه جور آدمی هستی و اصلا به چه کارت میاد. اصلا نترس، چون قراره یه تست فوق‌العاده راحت و آسون بهتون معرفی کنم که اصلا هیچ گونه اصطلاحات خشکی توش وجود نداره. فقط تا آخر ویدیو ببین تا جواب تستتو بگیری. تستی که میخوایم با هم دیگه انجام بدیم تست MBTI که دارای 14 تا ویژگیه که هر تا از این 14 تا ویژگی 2 تا ویژگی دیگه تو خودشون دارن. کلا میشه 16 تا تیپ شخصیتی. خیلیاتون ازم میپرسین که فایده این تستا چیه و اصلا چرا باید بزنیم، چرا باید متوجهش بشیم. بچه‌ها وقتی من متوجه بشم که مثلا آدم برونگراییم، آدم درونگراییم، آدم منطقی‌ام، زرنگم، سهل‌انگارم، هر چیز دیگه‌ای، بیشتر به خودم میام، بیشتر نقاط ضعف خودم رو میپذیرم، بیشتر با مشکلات خودم کنار بیام و نسبت به شخصیت خودم و ویژگی‌هایی که دارم آگاه میشم. و همین باعث میشه که اگر من مشکلی داشتم، اگر من ویژگی بدی داشتم، دنبالش برم، بخوام اصلاحش کنم و میفهمم که اگر این مسئله توی زندگی من به وجود اومده به خاطر کدوم یک از این ویژگی های شخصیتی منه. و همین تو رو خیلی جلو میندازه که بخوای خیلی از مسائل خودت رو، خیلی از ویژگی های خودت رو حل کنی. خب حالا آماده شروع کنیم. یه کاغذ بردار یا جوابی که میدی و توی ذهنت نگه دار. من ازت 8 تا سوال میپرسم و آخر ویدیو بهت جوابشو میگم. و اینکه قبل از اینکه به سوالا جواب بدین یه نکته که وجود داره، جلوی هر سوال براتون یه حرف انگلیسی مینویسم. سعی کنین اون حرف انگلیسی رو یادتون باشه. سوال 1: وقتی توی جمعی سعی میکنی که با بقیه صحبت کنی، از صحبت با بقیه انرژی میگیری یا نه دوست داری یه گوشه بشینی و از جمع فاصله بگیری؟ سوال 2: وقتی قراره یه تصمیم بگیری با خودت فکر میکنی که منطق چی میگه یا نه با خودت فکر میکنی که احساست چی میگه؟ سوال 3: هنگام خوندن یه داستان به جزئیات توجه میکنی یا به معنای پشت داستان توجه میکنی یا سعی میکنی تحلیلش کنی؟ سوال 4: وقتی یه پروژه رو شروع میکنی از قبل میدونی که داستان چیه و قراره چه جوری پیش بره یا نه صبر میکنی بذاری ببینی که چه اتفاقی قراره بیفته، اینجوری برات جذاب تره؟ سوال 5: وقتی توی جمع قرار داری بیشتر با خودت حال میکنی، بیشتر سعی میکنی که شنونده باشی و بیشتر از خودت انرژی میگیری یا نه از صحبت کردن با آدما انرژی میگیری؟ سوال 6: درباره آینده‌ات بیشتر روی واقعیت و چیزای ملموس تمرکز داری یا نه رویا پردازی میکنی بیشتر؟ سوال 7: توی دعواها بیشتر سعی میکنی که از طریق روش‌های منطقی به بقیه ثابت کنی که حق با توئه یا نه سعی میکنی که احساسات طرف مقابلت رو درک کنی و دنبال آرامش میگردی؟ سوال 8: وقتی مسافرت میری از قبل همه چی رو برنامه‌ریزی میکنی و میدونی قراره تو مسافرت چی کار انجام بدی یا نه میری همونجا تو لحظه تصمیم میگیری؟ حالا چون جواباشو حفظ نیستم از روی گوشی براتون میخونم. حالا بیا امتیازاتتو حساب کن. از سوال 1 و 5 ای یا آی ببین کدوم بیشتر انتخاب کردی. از سوال 3 و 6 ان یا اس ببین ان رو بیشتر انتخاب کردی توی سوال 3 و 6 یا اس رو بیشتر انتخاب کردی. از سوال 2 و 7 تی یا اف. از سوال 4 و 8 J یا P. ببین جوابات مثلا ممکنه بشه INFB یا مثلا ممکنه بشه ESTJ. توی یه برگه یادداشت کن. حالا بیا انتهای ویدیو بهت میگم که جواب چیه. بچه‌ها این تست 16 تا تیپ شخصیتی رو بهتون معرفی میکنه. حالا من نمیتونم 16 تا تیپ شخصیتی رو براتون بگم. حدودا 3-4 تاشو براتون به عنوان مثال میگم. بقیه‌اشو توی کپشن مینویسم. برو اونجا نگاه کن. توی کامنت ها هم برای من بنویس. کسایی که جواب تستشون INFP در اومد خیال پرداز مهربونن. قلب گنده‌ای دارن، دلشون میخواد دنیا جای بهتری باشه. معمولا توی دنیای خودتی و دنبال معنا و عشقی. ESTJ مدیر ذاتی، اهل کار، مسئولیت پذیر، دقیق. تو میتونی یه تیم رو مدیریت کنی. ENFP پر انرژی و الهام بخش، هیجان، خلاقیت و آدمای جذاب.
همیشه دنبال تجربه جدیدی و همه جذب انرژیت میشن. ISTP ساکت ولی دقیق، حل کننده مشکلات و فنی، یعنی همه فن حریفن. ISFP هنرمند، آروم، لطیف، عاشق زیبایی و هنر. حالا برام کامنت کن ببینم که تو کدوم تیپ شخصیت هستی. اگه دوست داری راجع به این ویدیو بسازم که چه تیپ شخصیتی با چه تیپ شخصیتی با هم دیگه جور در میان، حتما برام کامنت کن که نظرتو بدونم. اگر ویدیومو دوست داشتی حتما ویدیومو لایک کن، چنلمو سابسکرایب کن و این ویدیو برای دوستاتم بفرست تا اونا متوجه بشن و کی هستن و چه تیپ شخصیتی دارن.